سرخط مهمترین خبرها: نیروهای مرزبانی از کشته شدن 4 تروریست در مرز خبر داد. به مادر قابلجان علیف کمک پولی کردند و زهرآلود شدن یک عائله بعد خوردن خورش در ولایت سوخت. سلام بینندگان عزیز، هفته نو را برای شما شاد باش میگویم. برنامه نوید بامدادی از تقدیم از رادیوی آزادی امروز 19 ینور سال 2026 است. نیروهای مرزبانی کمیته امنیت ملی تاجیکستان از کشته شدن 4 عضو یک سازمان تروریستی در مرز با افغانستان خبر داد. این نهاد روز یکشنبه در بیانیه گفت نیمه شب 18 ینور 4 عضو تشکیلات تروریستی از ولسوالی خواهان بدخشان وارد ناحیه شمس‌الدین شاهین تاجیکستان شدند. در این بیانیه آمده است که تروریستان به امر سرحدبانان اطاعت نکرده مقاومت مسلحانه نشان دادند و کشته شدند. مقامات نگفتند که افراد کشته شده عضو کدام سازمان تروریستی بودند. به قبل مقامات امنیتی تاجیکستان از محل حادثه 3 اتومات کلاشنیکوف، تفنگ و تیر و تلفن‌های همراه و قایق مصادره شده است. در یک ماه اخیر این دومین مراتب است که از عبور غیر قانونی مرزی تاجیکستان از افغانستان گزارش می شود. ماه دکمبر سال گذشته در نتیجه حمله 3 عضو یک گروه تروریستی در مرز با افغانستان 2 مرزبان تاجیک اسمت الله قربان و زرهبان نوروزبکوف کشته شدند. مقامات امنیت ملی تاجیکستان آن وقت گفته بودند که 3 نفر از مرز گذشتن نیت داشتند به یکی از دیدبانگاه‌های سرحدی نیروهای مرزبانی حمله کنند. مادر قابلجان علیف، نورس تاجیک که ماه دکمبر در یک از مکتب‌های ولایت مسکو کشته شد، سرگذشتش را به بلاگران نقل کرده است. نیلوفر صفای و هفته گذشته در صحبت با چند بلاگر از ازبکستان گفته است 5 سال اولی زندگیش بی فرزند بود و بعد قابلجان را تولد کرد. صفای و گفته است قابلجان هنوز راهگر نشده بود که دادرش به دنیا آمد. در این ویدیو مادر قابلجان از مرگ شوهرش در جوانی هم نقل و از همگان برای کمکشان می‌نداری کرد. در ویدیو دیده می شود که برای مادر قابلجان علیف 10,000 سومانی مبلغ جمع کردند و این مبلغ را به او سپاریدند. نوار صحبت مادر قابلجان پاره پاره در اینستاگرام نشر شده است. پیوندان نیلوفر صفایی و قبلا اجازه ندادند که او با خبرنگاران صحبت کند. قابلجان علیف روز 16 دکمبر سال 2025 در نتیجه حمله تیمافی نورسی 15 ساله روس در مکتب در ناحیه ادینسوی ولایت مسکو کشته شد. این نورس بازداشت و در اولین بازپرسی‌ها به گناهش اقرار شد. قتل قابلجان واکنش‌های زیاد را در جامعه تاجیکستان و بیرون از آن برانگیخت. اعضایان یک عائله در ناحیه سپتامین ولایت سوخت بعد استعمال خورش خانگی یا کنسر و زهرآلود شدند. حادثه 14 ینور رخ داده است. به اطلاع خبرگزاری از پلوس 5 عضو این عائله بعد زهرآلود شوی در بیمارستان بستری شده. 9 کسی دیگر که از این خورش خورده بودند از تشخیص گذشتند. پزشکان احوال 5 عضو این عائله را وزنین میانه گفتند و آنها در بیمارستان مرکزی ناحیه سپتامین بستری شدند. از خانه این عائله 30 بنک خورش را برای تشخیص بردند. این بار اول نیست که ساکنان بعد خوردن خورش یا کنسر و زهرآلود میشوند. سال گذشته تنها در ولایت سوخت 14 نفر از کنسر و زهرآلود شدند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برنامه نوی به ضرر کردن پرتاب‌های اوران در آسیای مرکزی را نشر کرده است. بر اساس این برنامه که روز 14 ینور نشر شد، تاجیکستان و قرقیزستان و ازبکستان در زمینه محافظت و به ضرر کردن پرتابگاه‌های خطرناک ماده‌های اتمی کمک دریافت می‌کنند. برنامه همکاری برای بی‌زیان کردن پرتابگاه‌های اوران تا سال 2030 است. پرتاب‌های اوران در عهد اتحاد شوروی سابق جمع شده بدون رعایت معیارهای بی‌خطری و بی‌ضررسازی گذاشته شده بودند. با گفته آژانس وضع در تاجیکستان پیچیده باقی می‌ماند. در پرتابگاه‌های عظیم ماده‌های رادیواکتیو در موضع استقلال در سوخت کار قسماً اجرا شده است و در پرتابگاه‌های عظیم دیگر با نام دهمای در شهر بستان حالا کارها آغاز نیافتند. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفته است که بدون سرمایه‌گذاری علاوه‌ای از بانک اروپایی توسعه و رشد انجام این دو طرح در تاجیکستان زیر سوال می‌رود. کم شدن مهاجران در شهر مسکو با علت اخراج آنها باعث شده است که کوچه‌های پایتخت روسیه را برف پخش کند. بلندی برف در بعضی کوچه‌های مسکو به 5 متر می‌رسد. همکارم علیشر ظریفی با استفاده از نوارهای خبرگزاری رایترز این گزارش را آماده نمود. پس از باریدن برفی زیاد در خیابان‌های شهر مسکو چنین توده‌های برف پیدا شدند. این کوه برفی باری اول سال 2018 پیدا شده بود. کارمندان اداره کمونالی برفی کوچه‌های اطراف را در اینجا جمع می‌کنند. در قیاس با سالهای پیش امسال در پایتخت روسیه برفی زیاد بارید و در بعضی جایها بلندی آن تا 5 متر می‌رسد. ساکنان محلی و سیاحان به اینجا می‌آیند تا از بلندی به پایان لغزند و عکس گیرند. البته این برای من همچون مادر خیلی خوب است، اما برف ناراحتی‌های زیادی آورد. گذشتن از حولی خیلی دشوار است.
من فرزندی دوم هم دارم که با ارو بچه حرکت میکند و ما تماما نمیتوانیم از حوله بیرون رویم. ба иттилои маркази ҳавошиносии русия рӯзи 9 январ дар москав барфи зиёд борид ки дар 56 соли ахир назир надошт. хабаргузории тасси русия рӯзи 11 январ навишт пас аз 9 январ аз кӯчаҳои москав қариб 1 миллион метри мукааб барфро тоза карданд. боридани барф бешубҳа ба вазъи роҳҳо таъсири манфӣ расонд, аммо барфро дар наздикии донишгоҳ тоза карданд ва бовар дорам ки инҷоро низ аз барф пок мекунанд. онҳо ин тӯдаи барфро ба зудӣ мебардоранд ва ҳама чиз хуб хоҳад шуд. кӯчаҳои москав асосан аз сӯи муҳоҷирон поккорӣ мешаванд. сергей собянин шаҳрдори москав дар як моҳи охир 2 бор ба зарурати нерӯи муҳоҷирон дар пойтахти русия таъкид кард. собянин 24 декабр дар думаи шаҳри москав гуфт пойтахти русия ба 500 000 коргар ниёз дорад ва ин камбудро мешавад фақат аз ҳисоби муҳоҷирон ҳал кард. дар гузашта аз анбор шудани партовҳо дар кӯчаҳои москав низ хабарҳо пахш мешуд. русия яке аз маконҳои корҷӯии ҳазорон нафар аз осиёи марказӣ аст. мақомоти русия дар 2 соли охир фишору маҳдудиятро ба муҳоҷирон ба ҳадди афзоиш доданд ки бархе муҳоҷирон маҷбур шуданд ки масирҳои навро интихоб кунанд. همه چیزی که میخواهند و میخواهید در اینجا هست. تازه‌ترین اخبار، گزارش‌های ویدیویی، شرح حادثه و تحقیقات ژورنالیستی. زمینه رادیو آزادی را نصب کنید و همین این را با انگشت زدن به تلفن هوشمند خود به دست بیارید. پرزیدنت ایالات متحده آمریکا دونالد ترامپ با مال و محصولات کشورهایی که با سیاست‌های او درباره جزیره گرینلند موافق نیستند باج جاری می‌کند. به این ترتیب شروع از 1 فوریه امسال آمریکا از محصولات وارد شده از دانیا، نروژ، سوئیسیا، فرانسه، آلمان، بریتانیا کبیر و فنلاند 10% باج می‌ستاند. دونالد ترامپ در شبکه اجتماعیش نوشته است که این باج تا زمانی ستانیده می شود که درباره خرید کامل گرینلند توافق حاصل نشود. ایالات متحده آمریکا بیش از 150 سال است که تلاش دارد این کار را انجام دهد، نوشته است ترامپ. رئیس جمهور آمریکا در یک ماه اخیر بارها گفته است که برای تامین امنیت ملی آمریکا باید جزیره گرینلند را زیر نظارت بگیرند. ترامپ گفته است اگر گرینلند زیر نظارت ایالات متحده آمریکا ندارد، پس روسیه و چین بر آن صاحب خواهند شد. روز 17 ینور در دانیا نمایش‌ها با پشتیبانی از حفظ شدن مقام گرینلند برگزار شد که در آن هزاران نفر شرکت کردند. گرینلند کلانترین جزیره در جهان است که همگی 57,000 اهالی دارد. این جزیره از سوی دانیا اداره می شود. و کارمندان دولتی در ازبکستان برای مطالعه کتاب مکافات پولی داده می شود. این اقدام با قرار رئیس جمهور شوکت میرزیف گرفته شده است. در دایره این برنامه در وزارت اداره ها سبقت کتابخانه برگزار و به قالب آزمون به اندازه 1 معاش ماهانه جایزه پولی داده می شود. همچنین با دستور رئیس جمهور تا 1 اپریل باید تمام کارخانه‌های دولتی صاحب گوشه کتاب شوند و برای کارمندان ساعت کتابخانه تشکیل کنند. در نظر است که برای مکتبچه‌ها و دانشجویان هم که بر روی خط 100 کتابخانه بهترین شامل می شوند مکافات پولی پیشنهاد شود و دانش آموزان $856 جایزه پولی داده خواهد شد. پرزیدنت ازبکستان به قانون امضا گذاشته است که بر اساس آن محبوسان هم امکان داده می شود که با خواندن کتاب از روی خط تهیه شده مهلت جزا را کم کنند. بخش یک روز تاریخ است که مهمترین تحولات تاریخی در روز 19 ینور را فرا می‌گیرد. 19 январи соли 1935 дар водии ҳисор ноҳияи регар таъсис шуд ки соли 1979 ба номи шоири маъруфи тоҷик турсунзода тағйири ном кард. ин ноҳия ки баъдан ба шаҳр табдил шуд наздики 280 000 сокин дошта бо вилояти сурхондарёи узбекистон ҳам сарҳад аст. дар ҳудуди ин ноҳия корхонаи арзизи тоҷикистон талко ҷойгир шудааст ки аз соли 1975 ба истеҳсоли маҳсулоти стратегии алюминий машғул мебошад. 19 январи соли 2015 дар душанбе дар синни 52 солагӣ сиёсатшиноси тоҷик Суҳроб Шарифов даргузашт. Суҳроб Шарифов вакили фаъоли маҷлиси намояндагон ва як ҳомии озодиҳои сиёсӣ ва гуногунандешӣ дар Тоҷикистон буд. дар мақоми раиси маркази таҳқиқоти стратегии равандҳои сиёсии Тоҷикистон ва Осиёи марказиро омӯхтаву муҳаққиқони дигарро тарбия кардааст.
19 январи соли 2016 дар шаҳри Байтулмуқаддаси Исроил дили ҳунарпешаи театр ва овозхони шашмақом Борис Наматиев аз табидан монд. Солҳои шӯравӣ дар театри драмавии ба номи Лоҳутии шаҳри Душанбе кор карда, аз саҳнаҳои баланд овозхонӣ ҳам кардааст. Дар канори Барно Исҳоқова, Шоиста Муллоҷонова, Аъло Аълоев, Малика Қаландарова ва дигар намояндаҳои ҷомеаи яҳудиҳои бухороӣ барои рушди ҳунару мусиқии тоҷик заҳматҳо кашидааст. صبح امروز در بانک تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسیه به 114-116 سامانی برابر است. 100 دلار آمریکایی باشد تا 928 سامانی ارزش دارد. خاربی رسمی بانک ملی تاجیکستان برای 19 ینور چنین تعیین شده است. بینندگان عزیز، به پایان برنامه نوید بامدادی رسیدیم. سپاس از همراهیتان. تا فردا، خدا نگهدارتان.